خب 2 تا آمپولم میذارم این ور. بیایید به کانتینه؟ آره. هفته یه بار. آره. یه دقیقه وای سلامی. بزن یه گوشش خوبه. تمام. دوست داشتی ازش اول پشت دراز بکش کلا بگیره. اول درازش پشت که آمپول بزنم. نوروبیانه؟ آره. نیما؟ خیلی وقته. یه دو باید واسه کنم. تریا شلوغه؟ کم پیش. اسمنم ها؟ جای همتی اومدم. نمیدونم. من اسمنم. دو. این از نوروبیون. سرم هم که نورمال ساینه تو ریختی؟ این آمپول آماده است. آمپولای خونسازن. به اینا میگن آمپولای خونساز که دوزای مختلف داره. 4000 داره، 6000 داره، یعنی 10000 که داریم میبینیم. این آمپولای آماده است. خب ما اینا رو اطراف ناف هم میتونیم بزنیم، بازو هم میتونیم بزنیم. الان من میخوام اینو بازش کنم. این داروها حتما باید توی یخچال نگهداری بشن، یعنی بیرون بمونن خراب میشن. و تزریقش هم هیچ کاری نداره، یعنی نیاز نداره که شما مثلا آسپیره کنی، کاری خاصی انجام بدی. هیچ تزریقش هم خیلی راحت هم هست. الان اینو من بازش میکنم و تزریق میکنم و شما میبینید که چجوری تزریق میشه. و ما از این آمپولای خونساز ما مثلا داریم یخچال حتما باید نگهداری بشه و آمپولای رای کننده خون هم دقیقاً مثل همینه. اشتباه فقط نگیریم با آمپولای رای کننده خون، چون ما آمپولای رای کننده خون هم داریم که دقیقاً شبیه همینه. ولی خب این الان اپرکس روش نوشته که آمپول خونسازه، که حتما شما باید تزریق هم که می‌کنین اطراف ناف میتونید تزریق کنین، دور تا دور اطراف ناف، و روی بازوها میتونید تزریق کنین. رو بازوها یه مقدار دردش بیشتر البته، ولی روی ناف با مسلما دردش کمتر، چون حجمش هم حجم عضله اونجا بیشتر. اینجوری باز می‌کنی به این حالت و این پلاستیک ماننده هست، اینم باید در بیاری بعد تزریق کنی. یه دقیقه بیا اینجا فقط صورتشون بگیر. خب الان من بازو دارم تزریق میکنم، شما تو خونه اطراف ناف هم میتونین بزنین. خب ضد عفونی میکنی کامل محل رو، اینو قشنگ به این حالت باز میکنی، به این حالت ببین باز میکنی. نیاز نداره که مثلا کار خاصی انجام بدی. هواگیری آره هواگیری هیچ نمیخواد. این آمپولای آماده است. به این حالت دست بازو رو اینجوری به این حالت میگیری. خب بعد به این حالت تزریق میکنی. این چون سوزنش کوچیکه دیگه تو رگ نمیره، تو عضله تزریق میشه. خب اونایی که سوزنای بزرگ دارن مثلا آسپیره باید بکنی حتما. میگم رو بازوی مقدار دردش بیشتره، ولی تو خونه هم اطراف نافش بزنین خب راحت تره. اطراف ناف دردش کمتره. اوکی میخوای 2 تا 5 سی سی 2 تا 5 سی سی اوکیه. شما میخوایم بزنیم بهش عشق کنیم به من.
خب دوستان عزیز، هیوسین، پرومتازین، دیکلوفناک و متوکاربامول، 2 تا آمپول که این میشه، اینم یه دونه، اینم یه دونه، مجموعا میشه 4 تا آمپول. با اینا رو بکشیم، 2 تا با هم ترکیب میکنیم، اینم جدا، اینم که 2 تا آمپول میشه دیگه، 2 تا 5 cc، یعنی 4 تا آمپول قراره به مریض تزریق کنیم. 2 تا متوکاربامول، یادتون نره که با کابل همیشه بشکنیم بچه‌ها. خب یه دونه دیکلوفناک این ور میزنم برات یا این ور؟ اوکی. اول دیکلوفناک رو میزنیم. خب بعدش چی میشه؟ یه ذره میخوابی دردت کم میشه دیگه، احتمالا گرفتگی هم داری. آره دیگه. خب این یه دونه هم بزنم این ور. خب تکون نخوری فقط. خب این ور. فیلم ما هم با موسیقی شد. این تزریق ها میگن تزریق های دارتی، یعنی اصلا مریض متوجه نمیشه وقتی میزن. الان اصلا متوجه شدی زمان؟ یا درد داری؟ نه خوب. یه دونه هیوسین پرومتازین هم میزنیم این ور رو دیگه تمومه. اسپیره